یک سوال درباره حج فرضی بود. من میخواستم یا پرسم از شما پرسم سوال. اگر یک نفر برای حج رفتن کلش تیار است، کلش خیلی پولش تیار بود، همین درباره شبکه بود. شبکه دادن با مقصد برای حج رفتن 50,000 است نرخش. باید شبکه بیتی برای رفتن. اگر نه تیل نمیریم. اگر همین شبکه بیتی با او هم قبوله یا نه؟ یعنی آدم برای پوری دادگیش گناهکار میشد، اما حجش قبول میشد نمیشد، به هر حال این امرش علم غیب است. مسئله پوره، مثلا یک آدم حق دارد که رود، سزاوار است که رود، لیکن اگر تا پول نتید اینه نمیبرم. درست است که مثال بعضی فقها میگن که برای احقاق حق و ابطال باطل اگر تید گناهکار نمیشد و گیرنده گناهکار میشد میگن. لیکن سبحان الله ما باید فکر کنیم که کی ما از این رشوه دادن و رشوه خوردن، رشوه دادن و گرفتن پاک میشیم. کی به ما الحمدلله از سال 2021 تا سال 2025 یگان بار خاطر ندارم که یگان جا رشوه داده باشم. اوکراین بودیم، رشوه کم کم بود، یعنی خونی شوروی داشت. در اوکراین رشوه کم بود نسبتی دیگر، مثلا روسیه خیلی روسیه به بلندی بعد روسیه پوره شد در قله بلندش. در تاجیکستان خیلی گورکا و پوره گیریشه دیدم برادرها. از همین رادام تا گورکا و پوره گیری است. این از همه شاید بلندترین در دنیا باشد. مثلا در اوکراین خیلی نبود، کم بود فایزش، لیکن بود چون که خونی شورویگی داشت. بعد همین این طرفش بی پارا زندگی کرد سدیم الحمدلله. یعنی به رشوه دادن و به رشوه گرفتن، خیر رشوه نمی گرفتیم یگان برو رشوه دادن بود. الله تعالی گناه های ما رو مغفرت کند. خلاصه یه بار فکر کردن در کار که کی به ما از همین رشوه دادن و گرفتن بس میکنیم. ولی حاجی های حج به دعوت میکنن، مسجد ها حاجی های تعلیم میتید، میگوید آمادگی به حج. هر روز یک گپ است، امروز باید به فلان چیز پول جمع کنیم. اگر حاجی های نقل حاجی ها هم تو داملا همون درباره فلان چیز باید پول جمع کنیم، گو حاجی های دستش انم خیل میگن تیار دادم به امروز باید به لباس پول جمع کنیم، به سومکه پول جمع کنیم، به این جمع کنیم، به تعمیری مسجد پول جمع کنیم. شما حج رفتید الکی فریاد میکنم میگه که این کابینتی من یا تعمیر نمیکنی حاجی بابا، حج رفته استی حجت قبول شود. حتی دیگرش فریاد میکنه همینجوری کمتر چی نمیکنی. خیلی همین خیر. سبحان الله. مالی امروز شما پارا داده میرید، امروز پارا داده امام میشید، امروز پارا داده این میکنید و همین کی به این تمام میشه. لیکن این فتواهای ما دادن گوییم که ها تو اکن سزاوار هستی برفتن به حج، خیلی تیو را وای گناهکار میشه تو نه. لیکن این که تی پارا دادن این بلایی که در سری ما هست، بعد آدم لعنتی شود برای پاری دادگیش، کی به دعای این آدم به درگاه الله تعالی قبول میشه. ای الله. مقصد ما بفهم که اگر دیگه همیش چه بگم همیش شانس دیگه نمیده. آخر واقعا فتوا دادنم آسانه. یک بعد آدم عمرش کم مانده است، او باید یک بار خانه الله تعالی زیارت کند بعد مرد، لیکن بی پارا نمیشه. ای سبحان الله. چی باشد گناه های آن آدمایی که حتی همه حاجی ها پارا میگیرن، نعوذ بالله. با پارا نمیگنه برای این تعمیری همیشه گفته میگیرن، هدیه گفته گیریدم همش پارا هست. یک آدمی که وظیفه دارد، حالی یک آدم کارش نغلطیده آورده هم تو تحفه کندم همین پارا هست. یا یک آدمی وظیفه داره، یک آدمی دیگر گفت که بیاد امروز یک جای تمامی عبید
خوراک نصف روزه خوریم گفت همین پاره هست. تویش به خبر کندن پاره هست. یعنی آدمی وظیفه داره و معرکه های خاص خبر کند، همون معرکه عمده خوردنش هم پاره حساب میشه، هدیه پاره حساب میشه. من اولی به نلاک کارم نغلطید است مثلا، یا من عموما تاجر نه، یک آدم نچلنیک نلاک شده تعیین شده آمد، من یکم روزی آمدگیش خبر میگیرم و اینه گیرم مونید من یکان کمبودی های کابینت به می یکانجا صرف کنید گفته $500 $200 به نچلنیک نلاک میتیم مثلا. حالی کارم نگاه همین پاره همین. یا دیگراش هم تو هدیه دیدم پاره، این هدیه گفته خودتان دانسته برده دیدم ای پاره. حالی بعضی کارگران میپرسد که همین آدما بدیلی صاف آورده تیا چی؟ بدیلی صاف آورده دیدم پاره. پیامبر صلی الله علیه و آله یک آدم عاملی زکات ماندن، زکات چینک، یکم روز رفته خیلی زکات جمع کرده آمد گفت که یا رسول الله هذا لکم و هذا اهدی لی، یا رسول الله اینش برای شما هست، یعنی برای دولت، اینش برای من است، اینش مردم هم به هدیه کردن. واقعا همون به خانه آدمو میرد مثلا 100 کیلو خرما برای دولت زکات برده تی میگود، یکی می 1 کیلوش برای خودت تحفه گفته داد است. یک جای دیگه میرد که یک آدم 1 کیلو بادام داده مثلا، گفت که اینش برای شما هست، اینش برای من است. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که افلا جلس احدکم فی بیت امه فینظر هل یهدى الیه ام لا یهدى. یکی شما رفته در خانه مادرش نشیند، ثانی منتظر شود که مردم به هدیه آورده میتین یا نه. یک آدم خانه مادرش اند 6 است، کارگر نه، یگانجا وظیفه نداره، آدمو به هدیه برده میتین یا نه؟ هیچ برده نمیتین. امروز ما تو به این وظیفه مانده، ما به تو آیلیگ میتیم. یعنی وقتی که مردم به تو هدیه میتین این رشوه هست. آره این حرام است. همه دیگه اونا میگن که ما مردم دلی خودشون کتی آورده میتین، این با آدمای نماز خونش گپش. این مسئله ها سبحان الله مسئله های باز بین برادر. بله البته رشوه ندادم، مثلا گوید که تا رشوه نتی نمیری حج بگوید و همین آدم گفت که الله من حج رفتنی بودم لیکن من رشوه دادنم نمیخوام، رشوه تو حرام کردی من نمیرم، گوید و نرود، الله تعالی اجر حج میتید، حج از ذمه‌اش ساقط میشه. اگر رفت و خاک کنی یه بار دنیا اومدیم یه بار میرم گفته سخت به پاره دادگیش در حج و در پیش از رفتن و بعد آمدن توبه کند، با این هم کن الله تعالی غفور و رحیم است. بله این کن بر حواله بر ایمانی همون آدم ده، بیچاره آدمو میخواد یه بار زیارت کند آخر مانتون بی پاره رود آخر، همین قدر جا پاره میگیری تون بس نیست.